از ضمن واخوری رهبریت ناحیه عبدالرحمن جومی تاکید نمودند که همسال سرور دولت و مردم شرفمند کشور پیام نوبتی خویش را ارائه می نماید که آن فراگیری تمام ساحه‌های خودجای خلق کشور بوده. هدف اساسی آن نیکو احوالی ساکنان، پیشرفت شکوفایی جامعه و تامین زندگی شایسته شهروندان می باشد. گفته شد که رهبریت سطح عالی کشور اوید به پیشبرد ثمرناک سیاست داخلی و خارجی و تامین پیشرفت ساحه‌های گوناگون از جمله صنعت، انرژتیک، کشاورزی، راه و نقلیات، سرمایه‌گذاری، رشد صاحبکاری، علم و معارف، فرهنگ و تندرستی، حفظ اجتماعی، مهنت و شغل اهالی، جوانان، ورزش و سیاحی ابراز اندیشه نموده تاکید بر آن داشتند که رشد با سرعت جامعه میتواند در تامین زندگی شایسته شهروندان زمینه واقعی گذارد. در ناحیه عبدالرحمن جومی شهروندان با درک بلند مسئولیت شناسی بهر ارزنده استقبال گرفتن جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان غیرتمندانه تلاش نموده یک قطار انشادهای جشنی را به نقشه گرفتند که قسمت زیادی آنها مورد بهره برداری قرار گرفته است. صاحبکاران ناحیه با عملهای نیک و سازنده سهم خود را در آبادی ناحیه گذاشته ایستادند. در حدود جماعت دهات دوستی بخشیده به جشن گرفتن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان 8 کیلومتر راهها اسفالت‌پوش گردیده است و اینچنین با دستگیری ساکنان و شخصان سخاوتپیشه ساختمان‌های میدانچه‌های ورزشی، اینچنین مؤسسه‌های تعلیمی علاوگی، صنفخانه‌های علاوگی در حدود جماعت دهات دوستی به نقشه گرفته شده است. مرحله به مرحله به استفاده داده می‌شود. سرور دولت بابت بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی، مرکزهای انکشاف کودک در پیام نوبتیشان به راهبران شهر و ناحیه‌ها دستور دادند که در محله که زیاده از 100 خواجگی وجود دارد بنیاد مؤسسه‌های تا مکتبی موافق تقاضای زمان است. باید نسل امروز فراگیر مرکزهای انکشاف کودک و مؤسسه‌های تا مکتبی باشند. در ناحیه 8 جماعت 77 دهه موجود بوده. مسئولین در این سمت الکی نقشه چاره‌بینی طرح‌ریزی نمودند. در زمینه کارهای آبادانی برای جشن 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان در حدود جماعت در دهه نوبهار یک بینای دو آشیانه عبارت از 8 صنفخانه علاوگی با سهم محل ساخته به انجام رسانیده برای آوردن تجهیزات‌های خانش در صنفخانه‌های علاوگی آمادگی رفته ایستاده است. در جماعت دهات دوستی ناحیه با دستگیری فعالان و صاحبکاران چندین نقطه‌های خدمت رسانی تعییناتشان گوناگون مورد بهره برداری قرار گرفتند. در شفت بینای مؤسسه تعلیمی رقم 15 در نزدیکترین فرصت 8 صنفخانه علاوگی به استفاده داده می شود. بنا از 2 آشیانه عبارت بوده. صفت کارهای ساختمانی موافق مطلب است. همچنین بابت تعمیر راه، بنیاد میدان و تالارهای ورزشی که در جماعت مذکور از جانب شخصان احسانکار مورد استفاده قرار گرفتند، اندیشه های سالم و سازنده بیان گردید.